سلام، من احسانم. اینجا کانال یوتیوب پادکست سکانسه. امروز میخوام خیلی کوتاه در مورد فیلمنامه و نحوه نوشتن یک فیلمنامه خوب و اصلا از اینکه ایده تا اجرای یک فیلمنامه چه مسیر رو طی میکنه با هم صحبت کنیم. چرا از فیلمنامه شروع میکنم؟ چون ما امروز وقتی میخوایم در مورد فیلم یا سینما صحبت بکنیم معمولا میریم سراغ این که کدوم سکانس بهتره، کدوم کارگردان خوبه یا بد، یا اصلا بازی کدوم بازیگر برای ما دلنشین تره. ولی راستش اصل و سنگبنای همه فیلم ها فیلمنامه است. فیلمنامه دقیقاً مثل بیزنس پلن میمونه، یه پروپوزال برای کسی که میخواد کار صنعتی انجام بده. مهمترین بخش سینما و سنگبنای سینما فیلمنامه است. یک فیلمنامه خوب باید مسیر پیش روی گروه تولید رو بهمون نشون بده. حالا فیلمنامه از کجا شروع میشه؟ سنگبنای سینما وقتی میگیم فیلمنامه است، پس ستون فقرات فیلمنامه چیه؟ اون ایده است. وقتی که ما میخوایم به عنوان فیلمنامه نویس ایدهمون رو به سرمایه‌گذار، کارگردان یا کسی که قرار کار ما رو قبول بکنه و برای پخشش، ضبطش و تولیدش بهمون کمک بکنه ارائه بدیم، باید یک فرمت و یک طراحی از پیش تعیین شده ای رو که مورد قبول همه است رو ارائه بدیم. معمولا ما از یک ایده و لاگلاین شروع میکنیم. لاگلاین مهمترین بخش فیلمنامه است، اصلا مهمترین بخش قصه است. این ایده‌ای که ما ارائه میدیم به سرمایه‌گذار یا کارگردان یا تهیه کننده که ببینه قبول میکنه طرح ما رو یا نه. لاگلاین در واقع همون واتیفیه که ما معمولا توی قصه هامون ازش استفاده میکنیم. اگر این میشد چی میشد؟ ما برای ارائه طرحمون به تهیه کننده ها و کارگردان ها معمولا یک صفحه آچار پشت و رو ارائه میدیم که معمولا ما میگن طرح. اولش لاگلاین رو داریم که بهش میگن ایده 3 خطی 2 خطی که باید 3 تا چیز اصلی رو داشته باشه: شخصیت اصلی، مسئله اصلی و تا حدودی انتهای کار. یعنی شخص و مسئله رو ما توی لاگلاین بالای طرحمون مینویسیم. بعد از لاگلاین شروع میکنیم به نوشتن طرح کلی قصه‌مون، یعنی اجزای اصلی که در فیلمنامه میتونیم ازش استفاده کنیم. ما معمولا برای نوشتن طرح بعد از اینکه اون بالا لاگلاین رو نوشتیم شروع میکنیم به نوشتن خود قصه و طرحمون، یعنی اجزای اصلی قصه‌مون، شخصیت‌های اصلی، اتفاقات اصلی و پایان بندیمون. معمولا توی ایران با فونت نازنین یا زر به اندازه 14 ازش استفاده میکنیم. معمولا 24 خط طول میکشه این طرحی که ارائه میدیم. حالا برای کارهای سریال معمولا متفاوت تره. معمولا بعد از لاگلاین ما یک خلاصه 5 خطی داریم، یک خلاصه نیم صفحه‌ای یا مثلا یک صفحه‌ای داریم و بعد در 12 صفحه حالا کل اون طرح سریال طول میکشه. ولی توی سینما روالش همین جوریه. این طرح رو ما ارائه میدیم معمولا به کارگردان و تهیه کننده و سرمایه‌گذارها. وقتی که اوکی میشه و قبولش میکنن، حالا وقتی که چک و چونه میذارن میریم سراغ تریتمنت. تریتمنت در واقع خلاصه ای از کلیت اون طرحی که ما نوشتیم ولی یکم بسته گسترش یافته شده تر. یعنی منظورم اینه که ما شخصیت‌های فرعی دیگه رو توش اضافه می‌کنیم، قصه‌های فرعی دیگه رو توش میاریم تا به یک طرح یک صفحه ما حدوداً مثلا به یک طرح 8 9 10 صفحه‌ای تبدیل بشه. بعضی وقتا وقتی که ما تریتمنت رو می‌نویسیم، وقتی نگاه می‌کنیم بهش ممکنه یک شخصیت رو ببینیم زیادی، یک موقعیتی زیادی یا کمه. اینجا می‌تونیم تعدیلش بکنیم یا اضافهش بکنیم. اینجا اونجایی که ما روند اصلی قصه‌مون رو پیدا می‌کنیم. در واقع یک داستانسرایی اصلی قصه‌مون رو اینجا انجام میدیم. حالا اگر توی قصه گم شدیم، ستون فقرات ما کجا بود؟ اون لاگلاین، اون ایده اصلیمون. دوباره به اون برمیگردیم و اینجا رو رفع و رجوع می‌کنیم. وقتی ما تریتمنت رو تموم کردیم و بازم چک و چونه هامون رو زدیم و صیقلش دادیم و یک متن درست درمون و اصل قصه‌مون رسیدیم، میریم سراغ خلاصه سکانس. خلاصه سکانس تقریبا یک فیلمنامه کامله، اما معمولا توش سرسکانس نداره که بعداً توضیح میدم چیه سرسکانس. و تفاوت اصلی با فیلمنامه اینه که هیچ دیالوگی توش نیست. موقعیت‌ها، شخصیت‌ها، همه اتفاقات توش نوشته میشه اما دیالوگی ما توش نمی‌نویسیم. در واقع این دقیقاً اون فیلمنامه‌ایه که ما روش میتونیم تیم اجرایی رو وارد بکنیم و از این به بعدش میتونن تصمیم بگیرن که خب لوکیشن کجاست، چجوری قصه از کجا به کجا قرار برسه و A تا Z قضیه رو متوجه میشیم. توی پرانتز یکم به عقب برگردم. توی تریتمنت معمولا داستان نویسا بهش میگن پلات. شبیه پلات قصه میمونه، یعنی ستون فقرات و اصل قصه رو اونجا داریم. حالا توی خلاصه سکانس بیشتر کار اجرایی رو ما نشون میدیم و اینکه موقعیت‌ها چجوری قراره اتفاق بیفته. بعضی از کارگردان‌های حرفه‌ای‌تر معمولا این خلاصه سکانس و هر کدوم از سکانس‌ها رو توی یک ورقه آچار می‌نویسن که بتونن جابجاش بکنن جلو عقب بیارنش. بعد از این ما وقتی که به گروه اجرایی دادیم شروع می‌کنیم فیلمنامه نوشتن. فیلمنامه یعنی یک پروپوزال دقیقی که
قرار تیم رو ببره جلو و هدایتش بکنه. دقیقاً اون چیزی که بازیگرا میخونن، کارگردان میخونه، طراح صحنه و لباس میخونه و همه عوامل فیلم با اون درگیرن. پس باید خیلی چیز مهمی باشه. اگه ما یه جایی روز شب یه دونه داخلی خارجی رو اشتباه بزنیم ممکنه کار خیلی عقب بیفته و تمام عوامل پشت صحنه اذیت بشن، به خاطر اینکه اصل قضیه و برنامه‌ریزی همه روی اون فیلمنامه‌ای هستش که فیلمنامه‌نویس ارائه میده. پس واسه همینه که فیلمنامه نبض اصلی سینماست. به خاطر همین اگه ما می‌خوایم نقدم بکنیم سینما رو، باید فیلمنامه رو متوجه بشیم. کار تکنیکی و تکنسین هایی که توی سینما دارن انجام میدن، کار خوب کارگردانا، بازیگرا، همه اینا به جا، اما فیلمنامه و اینکه بفهمیم قصه اصلی چیه مهمترین بخش سینماه. به خاطر همینه که فیلمنامه اهمیت ویژه‌ای داره و ما اگه حداقل فرمت نوشتنش، حداقل روال کارش رو بفهمیم، متوجه میشیم که شاید اون ایده اصلی قصه کجاست. حالا که رسیدیم به فیلمنامه، ما معمولا تو همه جای دنیا همین شکلیه، ولی توی ایران معمولا صفحه اول اسم فیلم، بعد اسم کارگردان، اسم تهیه کننده و اسم نویسنده رو می‌نویسن. توی صفحه‌های بعدی که در واقع از صفحه 2 شروع میشه و باید حتما قید بشه شماره صفحه ها، ما شروع میکنیم به سرسکانس نوشتن. حالا بهش سرسکانس میگن، سرصحنه میگن، ولی عموما اون چیزی که اون بالا ما همیشه شنیدیم، شب روز یا داخلی خارجی و اون لوکیشن و مکانی که قراره توش فیلم برداری اتفاق بیفته. حالا این ترتیبی که من گفتم توی جاهای مختلف دنیا همین شکلیه، ولی ترتیبش ممکنه جابجا بشه. مثلا خارجی، داخلی اول ممکنه بنویسن، ممکنه اول شب و روز اول بنویسن، ولی به هر حال این سه تا باید توش عنوان بشه: شب و روز، داخلی خارجی و لوکیشن، و حتما باید یک شماره بغلش بخوره. مثلا 1 اولی لوکیشن، بعد توضیحات نوشته میشه و 2 دوباره بعدی، و این 1 2 3 میتونه به بچه‌های برنامه‌ریزی پشت صحنه بسیار کمک بکنه. بعد از اون سرسکانسی که نوشتیم و باید حتما بولد باشه، حالا فرض کنید نازنین داریم می‌نویسیم کل فونت کار رو، بولد می‌کنیم، اینتر میاد پایین و شروع می‌کنیم به صحنه نویسی. صحنه نویسی یعنی اینکه بازیگر قراره چه کاری بکنه، لوکیشن باید چه شکلی باشه و کلیات رو ما میگیم. اینجا یک نکته خیلی ظریفی داره، باید خیلی مراقب باشین که اطلاعات زیادی ندیم و انقدرم کم نباشه که عوامل به مشکل برخورن. اطلاعات زیادی دادن یعنی چی؟ یعنی دوربین، جای دوربین، یعنی لنز، یعنی صدا چه جوری باشه، یعنی اینکه چه دکور یا لباسی دقیقاً این به این نوشته بشه. زیاد به ما مربوط نیست، بیشتر به کارگردان و عوامل پشت صحنه که هر کدوم جایگاه تخصصی خودشونو دارن مربوط میشه. ولی خب ما باید انقدری بنویسیم که اگر بچهای لباس، دکور، صحنه میخوان یک کاری رو بکنن، متوجه بشن که الان اینجوریه، این ایده رو ما بدیم و اونا با تخصص خودشون اون رو انجام بدن. یعنی باید تعادل و بالانسی رو ایجاد بکنیم. البته این برای کارگردانایی که خودشون هم کارگردان هم فیلمنامه نویس یکم متفاوته و توی فیلم کوتاه هم چون ما فرم رو اهمیت بیشتری بهش میدیم، این هم یه کوچولو متفاوته. توی توضیح صحنه من میخوام این مثالی بزنم از فیلم سرخپوست، کار نیما جاویدی که این کتاب رو ازش داریم، که نیما جاویدی هم کارگردان و هم فیلمنامه‌نویس این کار بود و اگه خاطرتون باشه نوید محمدزاده هم توش کار کرده بود و این کتاب که نشر ساقی هم منتشرش کرده، فیلمنامه این کار رو نوشته آورده و یه گفتگو اختصاصی هم داره با نیما جاویدی و سعید رحمانی که خب خیلی خوبه برای فهمیدن فرمت کلی فیلمنامه. فرضاً نیما جاویدی توی مثلا صفحه 50 نوشته: خارجی، جلوی در اصلی زندان، ظهر. نمایی باز از محوطه جلوی زندان. مدیر فرودگاه که مرد 50 ساله تاسی است و کت و شلوار اتو کشیده بر تن دارد، جلوی در زندان ایستاده و با مردی که ظاهراً پیمانکار تخریب است صحبت می‌کند. چند لودر و تعداد زیادی کارگر هم پشت سرشان ایستاده اند. سرگرد به همراه سرپاسبان پیش مدیر فرودگاه میآید و شروع به صحبت می‌کند. این یک صحنه‌ای که از یک فیلم میتونیم بنویسیم، یعنی جزئیات و اطلاعاتی گفته شده ولی نه اینقدر زیاده که دخالت تو کار بقیه عوامل باشه، نه اینقدر کمه که بقیه رو گمراه بکنه. البته بازم تاکید میکنم نیما جاویدی خودش کارگردان این فیلم بود و فیلمنامه‌اش هم خودش نوشته، پس شاید یه توضیحاتی رو کمتر یا زیادتر گفته باشه. بعد از اینکه این توضیح صحنه رو ما نوشتیم، با یک خط فاصله شروع میکنیم به دیالوگ نویسی. وقتی میخوایم دیالوگو بنویسیم باید از گوشه‌های صفحه خیلی بیایم جلوتر، یعنی تقریبا وسط صفحه 7-8 تا اسپیس باید بخوره. یعنی کار خارجی هم اینجوری، حتی دقیقاً دیگه وسط در وسط شروع میکنن به نوشتن دیالوگ. دیالوگ باید بولد باشه، فقط اسم شخصیت رو می‌نویسیم 2 نقطه، مثلا می‌نویسیم نوید 2 نقطه و دیالوگش رو میگیم. اگر اون لحن دیالوگی که می‌خوایم بگیم یکم آروم، تون، شاد یا خوشحال یا یک توضیح اضافی داشته باشه، قبل از 2 نقطه توی پرانتز هم اون نکته رو بهش اضافه می‌کنیم. بعد دیالوگ‌ها رو شروع می‌کنیم به گفتن.
این فرمت کلی یک فیلمنامه است و بازم تاکید میکنم توی دیالوگ نویسی یه نکته خیلی مهمی که هست، ما باید اون چیزی که ادا میشه از دهن بازیگر رو بگیم، دقیقاً محاوره باشه، اما باید خیلی مراقب باشیم که محاوره گویی با غلط نویسی اشتباه نشه. واسه یک فیلمنامه نویس خیلی اتفاق بدیه که غلط املایی داشته باشه، خیلی اشتباه مهلکیه که هی کسره رو بذاره یا نذاره جاهای درستش، ولی باید محاوره نوشته بشه. اون چیزی که بازیگر باید دیالوگش رو بگه ما می‌نویسیم. حالا دیگه بقیه‌اش به انتخاب کارگردان و بازیگر و توافق بین خودشونه که اتفاق میفته. این کل یک فیلمنامه است، از 0 تا 100ش تا وقتی که داره اجرا میشه. حالا مهم اینه که تو ژانرهای مختلف و وقتی که داریم تمرین میکنیم، وقتی که واقعا داره اتفاق میفته، ما یک سری کار انجام میدیم، یه سری صحنه‌های دیگه، یه سری اتفاقات دیگه، سوالات دیگه برامون پیش میاد. اما خب این به مرور زمان حل میشه، ولی کلیاتش همینه. فرضاً شما میخواید یک فیلم اکشن رو بنویسید که چند تا صحنه داره، خب اینجوریه که خب الان چی بنویسم، سرسکوتون چند تا عوض بکنم، چه اتفاقی بیفته. ولی خب اینا به مرور زمان شما با تعاملی که بین گروه عوامل و فیلمنامه نویس اتفاق میفته دستتون میاد و مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. به هر حال این شکل و فرمت کلی فیلمنامه نوشتنه و خیلی اهمیت داره که وقتی ما میخوایم یک طرح رو ارائه بدیم، اون اول شخص و مسئلهمون خیلی دقیق باشه، لاگلاینمون درست باشه و طرحمون رو بتونیم به درستی بیان کنیم. من شخصا خیلی از ایده های بسیار خفنی رو دیدم که نتونستن توی طرح اون ایدهشون رو درست ارائه بدن و قبول نشده و خیلی ایده های بدی که اون طرحش خیلی اتفاقا خوب بوده و گرفته. پس طرح و ایده بیس اون فیلمنامه‌ای که من میگم ستون فقرات و اصل سینماست. امروز یکم اطلاعات کوتاه و خلاصه در مورد فیلمنامه دادم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست دارید حتما پادکست اصلی این کانال یوتیوب که پادکست سکانسر رو که مانی سنگلجی کلی داستان و روایت خوب در مورد سینما تعریف میکنن رو گوش بدید و کانال یوتیوب ما رو هم لایک و سابسکرایب کنید و اگر نظری پیشنهادی دارید توی کامنت ها بهمون بگید. ارادت، فعلا.